از این گونه آدم‌ها دوری کن تا در زندگی بدبخت نشوی. 1. از دروغگو دوری کن که صداقت را با بازی عوض می‌کند. 2. از دورو دوری کن که در حضورت لبخند می‌زند و در غیابت نیش می‌زند. 3. از حسود دوری کن که با دیدن خوشی تو می‌سوزد، نه خوشحال می‌شود. 4. از سخن چین دوری کن که میان دلها دیوار می‌سازد. 5. از خائن دوری کن که به وقت ضرورت پشتت را خالی می‌گذارد. 6. از بی‌وفا دوری کن که فقط در روزهای خوش همراه است. 7. از بخیل دوری کن که شادی را در قفس نگاه می‌دارد. 8. از مغرور بی‌مایه دوری کن که تکبر دارد اما چیزی برای افتخار نه. 9. از اهل نیرنگ دوری کن که زبانش نرم است و نیتش تلخ. 10. از شکایتگر همیشگی دوری کن که زندگی رو در چشم تو سیاه می‌بیند. 11. از بی هدف دوری کن که مسیر زندگیت را گم می‌کنی. 12. از فرصت طلب دوری کن که با باد منافع می‌چرخد. 13. از بی مسئولیت دوری کن که بارش را بر شانه‌ات می‌اندازد. 14. از ظاهر فریب دوری کن که چهره‌اش روشن و دلش تار است. آیا شما چنین شخصی را در زندگی خود دارید؟ حتما نظرت را بنویس و فالو کن.